وقتی به زین العابدین از کد آقا مختار خروج کرده، قتله کربلا رو به درک واصل کرده، دونه دونه رو گفت. یه مرتبه حضرت فرمود هرمله چه خبر؟ هرمله وصله جونمو گرفت. بچه چطور داره میاد گردن گرفته، یعنی شیر حسای قد کمونمو گرفت. بعد اون بچه نانه داشت، سر آویزان بود، نمک زندگیمون شیرخواره بود. هرمله یکی یه دونمو گرفت. وقتی آقای ما رو زد گفت به این بچه ها بدید، میدونی چی کار کردم؟ انقدر هله کردم. بچه رو بغل حسین بود، همچی که حرف آقا تموم نشده بود. فقط اینجا رو نگاه کن، من دیگه روزه نمیگم. یه وقت هرمله نشست، یه تیری زد، حسین دیدیم بچه رو دسته